سلام دوستان ارجمند، خوش آمدید به کانال آموزشی ما. Hello dear friends and welcome to our channel. Today we will take lesson 44, conversation 29, asking directions. From English 99 days. Welcome and let's go. دوستان گرامی، امروز درسی 44 رو میگیریم. گفتگوی مکالمه 29 درباره پرسیدن مکان از سلسله درس های انگلیسی در 99 روز. خب در این گفتگوی امروزه مراد همراه نیسا اشتراک دارند. مراد همراه نیسا. خب وقتی که ما و شما یک جا را نمیتوانیم بیابیم، یعنی یک جا را کوفته شدیم، یک مکان را جستجو داریم، اولین کلمه که ما استفاده میکنیم از یک نفر دیگر میگیم که excuse me یعنی با توجه که معذرت میخوام، یعنی که ببخشید مثلا کوچه رودکی در کجا هست، ببخشید مثلا که میدان اسماعیل سامانی در کجا هست، ببخشید مثلا ایستگاه روی آهن در کجا است، ببخشید. یعنی از کلمه ببخشید استفاده میکنیم. و در زبان روسی извините пожалуйста و دیگر دوام میتیم که ما چی را پرسیدن هستیم، کجا را پرسیدن هستیم. در اینجا هم میگه که excuse me، ببخشید، could you tell me where the library is, could you tell me where the library is. میتوانید بگید که کتابخانه در کجا است. میتوانید به من بگید که کتابخانه در کجا است. خب در اینجا could آورد. could زمان گذشته can هست. میشود can هم استفاده کنیم، یعنی مثلا بگیم که can you tell me where the library is, can you tell me where the library is, can you tell me where the library is. یعنی میتونی برای ما بگویی که در کجا هست کتابخانه. و چرا در اینجا could آورد؟ could یک کمی با ادبی تر است. بگیم مثلا در زبان تاجیکی میگیم که میتونستید که همین خدمت رو برای من انجام دهید. میتونستید، اما میتونستید استفاده میکنیم. میتونستید یعنی زمانی گذشته هست، اما زمانی حاضر رو در نظر داریم. میتونستید زمانی حاضر رو در نظر داریم. میتونستید که برای من بگیم که فلان چیز در کجا هست مثلا، اما به معنای میتوانید هست، به معنای اجازه پرسیدن هست مثلا. خب نیسا در اینجا میگه که yes it's that way, yes it's that way. بله، ها آن راه. مثلا ما شما اگر یک مغازه را پرسیم، یک داروخانه را پرسیم که ها آن راه دیدی، آن راه دیدی. اینجا هم میگه که yes it's that way. انا همون راه. You go 3 blocks to Washington Street. تو میروی 3 بلوک همون 3 بینای که بعضا بلوک هم میگن همون بیناها را. 3 بینا اون طرف میروی به سوی کوچه واشنگتن یعنی شهر هست در امریکا و کوچه هست، یعنی نام کوچه نیز بوده است، یعنی واشنگتن استریت. then turn right. سپس به طرف دست راست میگردی. turn گشتن میشود right یعنی راست.
یعنی سپس به طرف دست راست برمیگردی. It's on the corner. It's on the corner یعنی میگه وای در همون گوشه هست. کارنر گفته یعنی یک گوشه، یک مثلا یک کوچه باشه، اگر همون کوچه در گوشه همون کوچه، مثلا در اگر از این طرف اشاره کنیم در اولی کوچه مثلا، اما در گوشه کوچه یعنی در یک کنج کوچه مثلا. Across from the bank در روبروی بانک است. در روبروی بانک. چی در روبروی بانک است؟ همون کتابخانه. کتابخانه چی میشید؟ Library. Library. و مراد میگه که thanks تشکر I've only been in town a few days. من تنها چند روزه هست که در این ناحیه هستم. در این خب تاون به معنای همون ناحیه میاد، مرکز میاد. در این ناحیه هستم، در این مرکز هستم. So I really don't know my way around yet. به همین خاطر من خیلی خوب نمیدونم راهم رو هنوز. یعنی وای الکی در همونجا زندگی میکنه چند روز شد، اما راهش نمیدونه که چخیل با کتابخانه میره و چخیل با مکتب میره و چخیل با مغازه میره. یعنی هنوز یک چند روز شد. با لهجه بگم اگر یعنی یک حال یک چند روز شد میجام قرار حروره نمیدونم. حال یک چند روز شد میجام قرار حروره نمیدونم. خب نیسا چی گفت در جواب؟ نیسا میگه که oh I know how you feel. من احساس میکنم، من میدونم تو چی احساس داری، تو چی خیل یعنی حالتت میفهمم. We moved here a year ago. ما به اینجا کوچیده آمدیم یک چند سال a year ago یعنی یک سال پیش ما به اینجا کوچیده آمدیم. And I still don't know where everything is. یعنی ما یک سال پیش کوچیدیم به اینجا آمدیم و تا حال نمیدونم که همه چیز در کجا است. یعنی مقصد که ما حالت ترا فهمیدستم، در کدام حالت قرار داری و کدام خاطر ایگه گفت، به خاطر که یعنی خودشم در همین حالت یعنی بدست، یعنی یک سال پیش راه رو نمیدونسته و میگه که من هم یک سال پیش همین خیلی بودم. یعنی تا حال زیرا نمیدونم که همه چی در کجا، یعنی به مقصد همه چی در کجا، یعنی تا حال زیرا نمیدونم که مکتب در کجا، مثلا که داروخانه در کجا، پلیس در کجا، خب بانک در کجا یا که دیگر. خب دیگر اینجا بانک که اشاره کرده، نه که مقصد اینجا گفت که where everything یعنی حالی همه چی را نمیدونم که در کجا، یعنی بعضی جورا میدونسته ده که همین نیسا. خب گفتگوی ما در اینجا تمام شد. خب امروز یک کمی درسمون بر وقتتر به پایان رسید. مکالمه امروزه کوتاه‌تر بوده است درباره یعنی نشان دادن راه. خب کوشش کنین این چیزا را بگم که از خود کنین، خاصتا همون کلمه هایی که بسیار مهم هستند، مثلا could you tell me where they. هم خشن از یاد کنین. اگر مثلا میتونید شما در اینجا چند کلمه دیگه علاوه کنید. Could you tell me where the school, could you tell me where the supermarket, could you tell me where the police, could you tell me where the خب park, could you tell me where the car parking مثلا. خب یعنی در همون جایی که لایبرری استفاده شده است یعنی کتابخانه، شما میتوانید دیگر کلمه ها را مونید، اما این could you tell me را از یاد کنید. در همه حالت برای شما این چیز بگم که فایده آور است. خب در همین جا درس امروزه به پایان رسید. تشکر از تماشای این نوار و برای دستگیریاتون سپاسگزاریم از کسانی که بگن که دستگیری میکنن، نشر میکنن نوارها را. منتظر هستیم تا درس های نوبتی موفق و مؤید سربلند باشین. یگان کس اگر یگان سوال پیشنهاد داشته باشه میتونه در زیر ویدیو نویسه یا که به اینستاگرام ما نویسه. See you next class. Goodbye.